بچه که بودم یه بار تو مدرسه بغل دستیم 10 تومن گم کرده بود و خیلی گریه میکرد. 10 تومن هفتگی خودم و یواشکی از کیفم در آوردم و انداختم زیر میز که فکر کنه پول خودشو پیدا کرده و برداره. معلم بعد کلاس منو نگه داشت و بهم گفت خودم دیدم که پولشو از کیفت در آوردی و انداختی زیر میز. هرچی توضیح دادم حقیقتو باور نکرد. از فردای اون روز بغل دستیم جاشو عوض کرد. بچه‌های مدرسه چپ چپ نگاه میکردن و بهم میگفتن دزد. اما بعد از اون ماجرا بارها و بارها شبیه این کار رو انجام دادم تا آدمی رو خوشحال کنم، فقط چون مطمئن بودم کار من درسته، نه قضاوت اونا. میگه آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست، وان کس که مرا گفت نکو خود نیکوست. حال متکلم از کلامش پیداست، از کوزه همان برون تراود که در اوست.